یا میخوای بخر یا برو، عکس چیه این مثلا گرمه. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من راستش ویدیوهای قبلی رو که نگاه میکردم اینجا بودم که چرا انقدر صدات پایینه، کمه. بعد البته به خاطر واقعا صدای محیط هم بودا، من اونجا حیاط دانشکده بودم، ولی کسی از بچه ها نبود، صبح زود رفته بودم، جوری که حراستمون گفت چی میخوای اینجا اینجوری که تمرین داریم. گفت برو، هیچکی نیومده. خلاصه از فرصت استفاده کرده بودم، رفته بودم تو حیاط دانشکدهمون، ویدیو گرفته بودم. بعد دیگه آره، امیدوارم که الان خوب باشه. یکم فقط پیرهنم یکم چروکه که اشکال نداره، واقعا حوصله نداشتم اتو کنم و تابستونه دیگه، تو هر جا بری چروک میشه دیگه. الان حاضر آمادم، میخوام برم بیرون بالاخره، یعنی بعد اون اتفاقات که من رفته بودم سبزوار، بعد دیگه حالا یکم همه چی آروم شد و اینا، برگشتم تهران. الان یه 3 روزی هست که تهرانم و کل این 3 روز من اصلا نرفته بودم بیرون، یعنی تو خونه بودم. و وقتی هم که عادت کنی به یه کاری، مثلا من اینجوری بودم که توی خونه فیلم میبینم، کتاب میخونم، میرم تو اینستا، بعد مثلا یوتیوب فلان و اینا، بعد دیگه نمیرفتم. بعد اینجوری بودم که بس دیگه، پاشو برو بیرون، پاشو حتی شده برو پارک نزدیک خونه، یکم راه برو، یکم، چون عادت کرده بودم، واقعا خیلی سختم بود. بعد دیگه الان داشتم این دوست عزیزمون رو، تبلیغ ساق طلایی نه واقعا، اگه شما هم مثل من ساق طلایی رو دوست ندارید، خیلی طبیعیه، چون فکر کنید که خیلی خشکه و فلان اینا، ولی خیلی مدل‌های مختلف داره. و این مثلا با آرد جو شهد، جوری که دارم انقدر با جدیت حرف میزنم راجبش، این مثلا با آرد جو شهد توته که خیلی خوشمزه است، ولی یه مدل دیگه داره که اون حالت رژیمی تره، مثلا فکر می‌کنم با سبوس و آرد جو باشه، بعد خیلی خاصیت داره، احساس می‌کنم اینجوری نوشته بود. بعد دیگه این مدلش هم امتحان کنید. مثلا یکیش هست با شیره خرماست، اونم خیلی دوست داشتم، خیلی قشنگ بود، خیلی خوشمزه بود. هیچی دیگه. امروز هم هوا ابریه، دوست دارم هوای ابری رو. بعد اینو داشتم انتقال میدادم به این که وقتی که میرم بیرون کنن یه خوراکی همراهم هست که از خوراکی های ناسالم نخرم و پرهیز کنم. این از این دیگه. چیکار کردم این مدت دیگه یکم بعضی وقتا که کلا حالا این مدت هممون خبر رو میخوندیم و اینا، من واقعا اون حالتی بودم که فریز میشدم همون اوایلش، یعنی فکر میکنم همون چند روز اول، حالا خیلی استرس زیاد بود، خیلی حالت تو فریز میشدی. بعد مثلا هر کاری که میکردی اینجوری بودی که خب اوکی طبیعیه. مثلا من از صبح تا شب رسما رو تخت بودم و فقط داشتم اخبار نگاه میکردم. بعد اینجوری بودم که موتوری عزیز رفت، ولی اینجوری بودم که خب اوکی طبیعیه. و خیلی سخت بود که خودم رو برگردونم به زندگی عادی، به زندگی نرمالی که مثلا انجام میدادی یه سری کارات و فلان و این حرفا. و خیلی هم به خودم فشار نیاوردم، واقعا کوچیک باید انجام داد و این صحبت ها. از اینکه بگذریم، این مدت داشتم کتاب مرگ ایوان ایلیچ رو میخوندم و اولش که خوندم اینجوری بودم که خب همین فقط میمیره، یعنی اتفاق خاصی نمیفته. ولی بعدش که مثلا حالا هی بیشتر میخوندم اینجوری بودم که اوه چه کتاب قشنگیه و واقعا دوستش دارم. امیدوارم اسپویل نکرده باشم دیگه، چون اسم کتابه مرگ ایوان ایلیچ. بعد دیگه فقط یه کم دیگهش مونده که بخونم، اینقدر دیگهش تا تمامش کنم و دوستش داشتم. مدت هم یه مینی سریال میدیدم، یعنی هنوز دارم میبینم، Under the Rage، جناییه و نمرم بهش اگه بخوام بدم 6 از 10. آره اولش خیلی بیشتر دوست داشتم و احساس میکنم که داره کش پیدا میکنه و بر اساس یه داستان واقعیه و خب من این مدلی رو بیشتر دوست دارم که یه داستان واقعی جنایی و این حرفا. همین دیگه، پر حرفی نکنم و برم دیگه. صحبت دیگه این باقی نمونده. فقط الان اینجوری هم که
امیدوارم برم بیرون، یعنی خیلی، یعنی انقدر دیگه مونده تا پشیمون بشم بگم که خب ولش کن بمون تو خونه. نمیدونم واقعا شما وقتی که اینجوری میشین چیکار میکنین؟ من که نمیدونم باید چیکار کنم. بعد آقا اینو خریدم، بعد خیلی خوشبوه، خیلی زیاد میوا، دوستش دارم. دیگه هیچی دیگه. این مدت هم خبرهای من اینا بود. حالا نمیدونم این ویدیو قراره توش چیا باشه و اصلا نمیدونم که الان میخوام برم بیرون کجا برم. ببین مثلا یه سری از جاها رو خیلی بوش خوبه، یه سری از جاها رو بوی اول مهر میده، بوی پاییز میده، موقع مدرسه ها. دسته دیگه انقدر نپر. یه سری جاها رو توی اینستاگرام دیدم، خب مثلا خیلی برام جالب بود. یه سری جا مثلا موزه کافه و موزه گربه، هم حالا کافه بود موزه بود چجوری بود، بعد اونجا کلی گربه بودن که تو میتونستی نوازششون کنی، میومدن سمت تو اینا. بعد من اینجوری بودم که واقعا من میخوام اینجا رو برم، ولی به خاطر اینکه یه بار من خونه دوستم بودم و به گربهش دست زدم، اسمش گربهش پرویز بود. بعد اینجا ناز میکردم و میمد بغلم و فلان و اینا. بعد شبش اینجوری شده بودم که انگار گلوم گرفته بود، بعد آبیزش بینی و فلان و این حرفا. بعد اینجوری بودم که او من حساسیت دادم به گربه و خب دیگه نمیتونم به گربه دست بزنم. از اون موقع بعد واقعا به گربه ها دست نزدم و دیگه الان هم مثلا اینجوری هم که خب این کافه رو برم نرم، مثلا چی کار بکنم، ولی خب یکش میکنم دیگه. مثلا اون یکی از جاها بود. یه چند تا مثلا موزه دیدم که دوست داشتم برم، ولی انقدر هوا ابریه الان در حال حاضر واقعا دلم میخواد بشینم توی خونه و سریال ببینم و هیچ کاری دیگه نکنم. الان توی مغازه اکسسوری فروشی و این چیزا بودم، بعد انقدر همش خوشگل بود واقعا من خواست از همش عکس بگیرم، ولی احساس میکنم که فروشنده‌اش اینجوریه که یا میخوای بخر یا برو، عکس چیه این وسط. حتی شاید حس منه، اونا همیشه حسی نداشته باشن. چرا باید از اینجا فیلم بگیرم؟